شهید ابراهیم هادی ایشون جوری بود که با اینکه 21-22 سالش بیشتر اون موقع نبود اول انقلاب، علامه جعفری وقتی ایشون میرفت خونش، علامه جعفری بلند میشد گفت آقا ابراهیم شما بیا اینجا بشین به ما درس بده. مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی که تو همین تهران از خوبان ما بود، هر موقع ابراهیم رو میدید گفت ابراهیم ما رو نصیحت کن. این جوان بزرگوار هیکل خیلی قشنگی داشت، خودش هم تیپ قشنگی داشت. یه مرتبه یه لباسی که یه مقدار تنگ بود که هیکل و بدن رو بیشتر نشون میده، یکی از رفقاش بهش گفتش که ابراهیم تو که داشتی میرفتی خیلی عذر میخوام 2 دختر دنبال تو بودن. ابراهیم وقتی این رو شنید فردای اون روز موهاشو کچل کرد، موهاشو زده، یه لباس گشاد، یه شلوار کردی و به جای اون ساک ورزشیش یه مشمع، یعنی لباساشو توی یک کیسه مشمعی که رفقاش دیده بودن گفتن این چه تیپیه، تیپ خودشو خراب کرده، خودشو تیپشو خراب کرده. و من که نمیخوام باعث گناه کسی بشم، من که نمیخوام باعث گناه کسی بشم.